میهن پروانه نام پدرم ایدی محمد و ما پدرم یک چند شاگرد گرفته که از طریق همون شاگردان و این کار بولانی پذیره یاد گرفتم. 4:30 بجه صبح میخیزم کچالو گندنه را که میارم ملا آزان میته با پس میرم پشت خمیر میرم با که میایم کار پدرم پیش میبرم. وقت مکتبم شد 12:30 بجه میرم مکتب و باز 4:30 بجه میایم چیزا رو جمع میکنم میرم خانه. در خانه میرم کچالو گندنه و خمیر و کل چیزا میارم خانه. پس میرم نان میخورم خو میشم صبح که پس میرم سر کار. خسته میشدم دیگه چیز کنم. مادرم میگه که امروز کار سخت بوده، من میگم آ مادر خیر روز سخت است کار. افسوس به او اولادی که پدر کار نمیکنه، درس نمیخونه، کارهای خوب انجام نمیده، میره در مکتب ساعت خود ناقی تیر میکنه. افسوس به او رقم اولاد. بعد در مکتب اول نمره هستم، مضمون ریاضی را خوش دارم. من از او خاطر ریاضی را خوش کردم که در آینده انجینیر میشم. تو به کی وقت میرم ما از صدلک میگیرم در بشکا میپرتم و را خوب شور میتیم با یک نیم سطل او میپرتیم در بینش که خدا یک ذره جور کنه. ما میگیریم میره در کوزه مندازیم که یخ مندازیم در بینش که یخ شوه. من میخوایم در آینده انجینیر شوم و خدمت پدرم کنم که پدرم دستش سبک شوه در این کارا.